میلیاردر همراه با معشوقه جوونش از هتل اومدن بیرون. توی مسیر برگشت خانم بهش گفت دلم میخواد یه ماشین جدید بگیرم. مرد خندید و جواب داد بهت $20,000 میدم ولی نه برای ماشین. بیا یه رستوران باز کنیم. خانم با تعجب گفت رستوران؟ من شبیه کسیم که همچین جایی رو میچرخونه؟ مرد لبخند زد و گفت اگه کار خوب پیش بره ماشین خودش میاد. همون بعد از ظهر جلوی یه رستوران تقریبا خالی تو حاشیه شهر نگه داشت. مرد رو کرد به صاحب رستوران و پرسید تا حالا به فروش اینجا فکر کردی؟ اون گفت شاید، ولی کمتر از $200,000 نمیفروشم. مرد گفت $20,000 برای 1 ماه بهت میدم. اگه تونستم ظرف 30 روز رستورانو خوب بگردونم کل مبلغو پرداخت میکنم و اگه نتونستم اون 20,000 تا رو به عنوان اجاره نگه دار. صاحب رستوران قبول کرد. میلیاردر به خانم گفت الان اینجا مال توئه. خوب نگاه کن و یاد بگیر. مرحله اول، چند تا جعبه نوشابه بذار جلوی در ورودی. هر کسی رد میشه میتونه فقط یه بار هر چند تا نوشابه‌ای که با یه دستش میتونه نگه داره رو مجانی برداره. اینطوری هیچ کس نمیتونه از کنارمون رد بشه و بی تفاوت بمونه. مرد ادامه داد مرحله دوم، بهشون بگو اگه از خودشون موقع گرفتن نوشابه ها فیلم بگیرن و تو فضای مجازی منتشرش کنن، یه نوبت دیگه میتونن نوشابه رایگان بردارن. تبلیغ مجانی به کمک خود مردم. خانم پرسید ولی اگه برای خوردن غذا وارد رستوران نشن چی؟ مرد گفت مرحله سوم، اون وقته که قرعه کشی راه میندازیم. هر کسی بالای $200 تو رستوران خرج کنه شانس برنده شدن یه بنز داره. خانم با تعجب گفت چی؟ یه بنز؟ فقط برای غذا خوردن تو رستوران؟ مرد خندید. آره، ولی قانون اینه. قرعه کشی موقعی انجام میشه که 5,000 نفر داخلش شرکت کنن. مردم دوستاشونو میارن، همکاراشونو، خانواده‌شونو. بعضیا حتی چند بار میان تا شانسشونو زیاد کنن. بعد سری براش حساب کرد. 5,000 مشتری ضرب در $200 یعنی $1,000,000 درآمد. با سود 40% میشه $400,000. $100,000 برای بنز کم کن، هنوز 300,000 تا میمونه. 200,000 تا رو برای خرید کامل رستوران میدیم و 100,000 تا برامون باقی میمونه. خانم گفت تو یه طوری حرف میزنی انگار همه اینا کار آسونیه. مرد جواب داد موضوع غذا نیست، موضوع سیستم و مردمه. یه هفته بعد رستوران پر از مشتری بود. یه صف بلند جلوی مغازه درست شده بود و رستوران دیگه جا نداشت. توی دنیای کسب و کار موفقیت فقط با بهترین محصول یا پایین‌ترین قیمت به دست نمیاد. موفقیت یعنی درک کردن مردم، اینکه چی میخوان، از چی میترسن و چی واقعاً بهشون انگیزه میده. پرسودترین معامله ها رو کسایی میکنن که بتونن ذهن و خواسته دیگران رو بخونن. اگه رشد رو دنبال نمی‌کنی، احتمالاً دیگه هیچ وقت ما رو نمیبینی. ولی اگه این کار رو انجام میدی، تبریک میگم. تو هر روز در حال رشدی.